ای خدا تو مرا نشرمانی. با حقیقت یک تلویزیون افغانی مصاحبه دارم. آخوند متوجه باش. هر چیز که میگویی باید از بایجان اجازه بگیری. هر شکمت گپ نزن. سلام قلندر بخون. خوش آمدین به مصاحبه صلح امروزی. تشکر جزاک الله. شما برای صلح چی طرحی دارید؟ ما به صلح نه، برای جنگ بسیار طرحهای خوبی را داریم. نفهمیدی؟ برای جنگ یا صلح این طرح رو کی ساخته؟ البته که برای جنگ. ما که تا زنده هستیم جنگ میکنیم. صلح به درد ما نمیخوره و این طرح را دوستای ما ساخته. نفهمیدی؟ در مورد انتخابات پیشرو نظر شما چیست؟ بس با داران تکنیکی ما میگه که وقت شما خلاص شده. فقط یک تلویزیون دیگه عربی هم مصاحبه داریم. بله به طور کوتاه پاسخ بدهید. نه که اجازه تیم تکنیکی ما نباشه ما گپ زده نمیتونیم. گل کوبادار نزدیک به آب شده بود. از خود قلندر نسازید که به آب نشوید.